آرامش یعنی لحظه‌ای که نفس می‌کشی و یادت می‌افتد هنوز زنده‌ای. یعنی همین حالا، همین ثانیه خدا دارد نگاهت می‌کند. آرامش یعنی رها کردن چیزی که سال‌هاست سنگینی‌اش را به دوش می‌کشی. یعنی بگویی خدایا من دیگر نمیتوانم، تو خودت بس. آرامش یعنی فهمیدن اینکه قرار نیست همه چیز را کنترل کنی. دنیا بدون تو هم میچرخد، پس چرا خودت را اینقدر خسته میکنی؟ آرامش یعنی یک جرعه سکوت، سکوتی که در آن صدای قلبت را میشنوی. قلبی که هنوز میتپد، هنوز امید دارد، هنوز میخواهد ادامه بدهد. آرامش یعنی دست کشیدن از جنگ های بیفایده، یعنی پذیرفتن اینکه بعضی آدم ها قرار نیست بفهمندت و این اصلاً بد نیست. آرامش یعنی آشتی با خودت، یعنی گفتن یک دوستت دارم به روحی که سال هاست نادیده‌اش گرفته ای. آرامش یعنی بوی چای تازه دم، یعنی نور کمرنگ یک صبح زمستانی، یعنی لبخند بی دلیل یک کودک. آرامش یعنی فهمیدن اینکه زندگی همین لحظه است، نه دیروز نه فردا. همین لحظه ای که تویی و نفسی که بالا می رود و پایین می آید. آرامش یعنی رها کردن قضاوت ها، یعنی اجازه بدهی آدم ها همانطور که هستند باشند و خودت همانطور که هستی بمانی. آرامش یعنی نترسیدن از تنها شدن، چون میدانی خدا همیشه کنارت است. آرامش یعنی گریه کردن بدون خجالت، یعنی سبک شدن مثل ابر بعد از باران. آرامش یعنی قدم زدن در کوچه های خاطره بدون اینکه در گذشته گیر کنی. آرامش یعنی فهمیدن اینکه هر چیزی زمان خودش را دارد، نه زودتر نه دیرتر. آرامش یعنی پذیرفتن مسیر حتی اگر پیچ و خم داشته باشد. آرامش یعنی شنیدن صدای درونت، صدایی که همیشه آرام میگوید تو میتوانی. آرامش یعنی بخشیدن، نه برای اینکه دیگری لایقش است، برای اینکه تو لایق آرامشی. آرامش یعنی بستن چشم‌ها و تصور یک آینده ای روشن، آینده ای که تو میسازی با قدم‌های کوچک اما پیوسته. آرامش یعنی باور به اینکه خدا هیچ دعایی را بی جواب نمیگذارد، فقط گاهی جوابش صبر است. آرامش یعنی رها کردن ترس هایی که سال هاست بی دلیل در دلت خانه کردند. آرامش یعنی گفتن یک الحمدلله از ته دل برای چیزهایی که داری و حتی برای چیزهایی که نداری. آرامش یعنی فهمیدن اینکه تو کافی هستی همینطور که هستی. آرامش یعنی نگاه کردن به آسمان و یاد گرفتن از ابرها که هیچ چیز ماندنی نیست، نه غم، نه سختی، نه دلتنگی. آرامش یعنی پذیرفتن تغییر، یعنی اجازه بدهی زندگی جریان داشته باشد.
آرامش یعنی آرام قدم برداشتن حتی اگر دنیا عجله دارد. آرامش یعنی لبخند زدن به خودت در آینه، یعنی گفتن من ارزشمندم. آرامش یعنی باور به فردایی بهتر و ادامه دادن حتی وقتی سخت است. آرامش یعنی نشستن کنار خودت بدون قضاوت، یعنی فهمیدن اینکه تو هم حق داری خسته شوی، حق داری مکث کنی، حق داری نفس بکشی. آرامش یعنی پذیرفتن همین لحظه بدون جنگیدن با آن، یعنی بگویی خدایا من تسلیم آرامش تو هستم. آرامش یعنی رها کردن اضطراب هایی که سال هاست مهمان ناخوانده‌اند، یعنی سبک شدن مثل پر رها شده در باد. آرامش یعنی لبخند زدن به خودت حتی اگر روز سختی داشتی، یعنی باور کنی که سختی ها هم تاریخ انقضا دارند. آرامش یعنی قدم زدن در سکوت خانه، یعنی نگاه کردن به نور کمرنگی که از لای پرده میتابد. آرامش یعنی چای داغی که دستت را گرم میکند، یعنی لحظه‌ای که میفهمی هنوز چیزهای کوچک تو را خوشحال میکنند. آرامش یعنی پذیرفتن آدم‌ها همانطور که هستند، نه بهتر نه بدتر. آرامش یعنی رها کردن توقعات بی‌پایان، یعنی سبک شدن از بار بایدها. آرامش یعنی فهمیدن اینکه خدا هیچ وقت دیر نمیرسد، فقط گاهی آرام می آید. آرامش یعنی بوی خاک بعد از باران، یعنی لمس زندگی در ساده ترین شکلش. آرامش یعنی نگاه کردن به آینده بدون ترس، یعنی باور کنی که فردا میتواند مهربانتر باشد. آرامش یعنی بخشیدن خودت برای اشتباهاتی که از سر انسان بودند. آرامش یعنی بستن چشم ها و شنیدن صدای خدا در سکوت، صدایی که میگوید من کنارت هستم. آرامش یعنی رها کردن آدم هایی که نمیخواهند بمانند، یعنی احترام گذاشتن به رفتن ها. آرامش یعنی پیدا کردن خودت میان شلوغی ها، یعنی فهمیدن اینکه تو گم نشده ای، فقط خسته ای. آرامش یعنی نشستن کنار پنجره و نگاه کردن به آسمان، یعنی یاد گرفتن از ابرها که هیچ چیز ماندنی نیست. آرامش یعنی پذیرفتن تغییر، یعنی اجازه بدهی زندگی جریان داشته باشد. آرامش یعنی آهسته قدم برداشتن حتی اگر دنیا عجله دارد. آرامش یعنی نگاه کردن به آینه و دیدن انسانی که جنگیده، انسانی که هنوز ایستاده. آرامش یعنی باور به اینکه خدا بهترین ها را برایت نگه داشته. آرامش یعنی اعتماد به خدا، اعتماد به خودت، اعتماد به فردا. آرامش یعنی ادامه دادن حتی وقتی سخت